سلام دوستان، امروز قراره چند تا از ماشین‌های مورد علاقه کریستیانو رونالدو رو بررسی بکنیم. شماره 1 بوگاتی شیرون. کریستیانو رونالدو ستاره فوتبال علاقه بسیار شدیدی به این ماشین داره. این ماشین 16 سیلندر 2500 اسب بخار قدرت داره و 0 تا 100 این ماشین حدود 2.5 ثانیه است. شماره 2 فراری F12. فراری F12 ماشینیه که 12 سیلندر داره و میتونه 720 اسب بخار قدرت تولید کنه و عجیب نیست که توی این لیست قرار داره. شماره 3 مکلارن سنا. جالبه بدونین این ماشین رو فقط 500 نفر دارن و 500 تا ازش تو کل دنیا تولید شده. همچنین این ماشین میتونه 789 اسب بخار تولید کنه. رولز رویس کالینان. جالبه بدونین کالینان اولین شاسی بلندی شرکت رولز رویسه. همچنین این ماشین قابلیت آفرود رو هم داره و رونالدو علاقه بسیار زیادی به این ماشین داره. اما آخرین ماشین دیوانه‌وار رونالدو بوگاتی چندودیچی هست. این ماشین 1600 اسب بخار قدرت داره که 0 تا 100 اون 2.4 ثانیه است.